جان سینا هم خدافزی کرد. All the night کراش بچگی ها. It's my phone CD right پیجش کن Hinapel Letting my heart All the night شاید بهت خیلی حسودیم میشه. سیلا همه همین حسه دارن چرا؟ خیلی زبانت خوب شده. سیلا ها داشتم از اینجا رد میشدم گفتم خیلی وقت معده هامون سالم نگه داشتیم نظرت دوتایی برنیم تو معده هامون آره این چیپس رو من گرفتم. برو یه عسلی مربایی یه چیزی بیار باش بخوریم. میدونستی چیپس میخوایم نمیدونم معمولا واسه نشستن داره هم چیپس بخواد دیگه. بلدی بیا چیپس با هم دیگه بخوریم تو ماسموسی میگرفتی لاغر. نه میخوایم چیپس رو با لواشک تست کنیم اوه چقدر طعمش با هم فرق میکنه. سهیلا اینجا به ما گفتن که باید چیپس رو با لواشک تست کنیم ببینیم چی میشه. نظر من نیست نظر مردم دلشون نمیخواد ما به دامون سالمون یه ساعت اینو نشون خاطی سلام بچه‌ها خوش اومدید. بچه‌ها نمیدونم طبق خصومت شخصیه چه مشکلی با معده های ما دارید نمیدونم ولی به ما گفتن که لواشک با چیپس هیچ ربطی به هم دیگه ندارن این دوتا. درسته لواشک و عسل ویدیوی قبلیمون خیلی خوشمزه بود ولی این دوتا هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. شاید ها چه پشمای دستتو نمیزنی. خودت زدی؟ باشه. سهیلا اینا نشونه ابهت و مردونگی ما سهیلا. ما خیلی خفنیم ما پرپشمیم. شاید خیلی کثیفی نمیدونم. بلو با پرزش قشنگه. چیزی که داره ثابت میشه تو برنامه‌های ما برنامه لواشکه. فکر تو همه آیتما آره لواشک ما با همه چی باید تست کنیم نمیدونم چرا. خوشبوه. It's my phone. باشه زبانت خوبه فهمیدیم باشه. سهیلا چرا میگه CD right؟ اون موقع دیویدی نبوده؟ نه روی CD همه چی رو میزدن؟ VHS بوده. You take my side, you take my صفر کنترل. صفر رو کنترل چه نشونه‌ای داره؟ کنترل اگه دقت کرده باشه یه صفر رو پایینش داره. با صفر چی کار میکرده؟ میگه من هیچ وقت You take my stuff, you take my صفر کنترل. اوه آه الان میز چرا که ساندویچش کنم؟ ولی وایسا فکر کنید همین راحتی تست میکنیم قبل از اینکه تستش کنیم شما دوبار بگو میگم واسه دوتامون بزنم تو صورتت با همی. نه خوشمزه‌ایه. آره بوش خیلی خوبه. چقدر بوش خوبه. از کجا گرفتی؟ رفتم پایین گفتم این لواشک که بهداشتی بهم بده غیر بهداشتی ترین و کثیف‌ترین رو داد به من. واقعا یه سری چیزا کثیفش خیلی خوشمزه داره. همه میدونن. چون من حقیقتا دلتون نخواسته باشه تو هم لقمه درست میکنن. سوره چیه؟ میخوام کلیپ ما حلال خور باشه. خیلی زیادی اینو بزنم تو. همین نه مشکلات الان یه دونه زیاد بود رون. اوه چه صدایی. سوره گوشتته؟ خیلی نه نخوردی؟ نه منتظر بودم یه غذای چیزی بیاری. لواشک آورده. بچه چرا ما این ترکیب رو باید امتحان کنیم؟ الان من چیپسو گذاشتم لای لواشک. خدایا به امید تو چه واقعا لقمه درست کردم. خودمون تقریبا رنج طعمیش توی یه رنجه. چجوری تو یه رنج سویلا تو چه رنجی داری؟ چیه؟ شوره درسته. بچه سویلا سوخته. سویلا مزه حس نمی‌کنه. سویلا خوبی؟ سویلا این قبل اینکه بیارمت یه دونه ساندویچ بزرگ بهت میدم طعمو رو حس کنی. از گوشتگی نمیدونه چه طعمیه. آخه تو چیزی نذاشی اون لاین تو این حجم میذاری اوکی. واقعا حیف اون لواشک. حیف این لواشک که با چیپس خرابه. اصلا به هم نمیخورم. چیپس شوره. این ترشه. سویلا یه تیکه لواشک بردار. بیتت بازی تو بازیش کنم. اینو بگیر. بکنم تو دهنم. آره همه رو بکن تو دهنت. دوربین نگاه کن نباید تغییر قیافه بدی. 1 2 3 سویلا چجوری تغییر قیافه ندادی؟ اینطوری من چشام چپ شد جمع شدم باز شدم خم شدم تا شدم راست شدم. تو چی کار میکنی با خودت؟ والا اون چرت و پرتایی که تو تمام این مدت ما خوردیم منم بودم اینجوری بابا میشدم. خیلی ترشه خیلی ترشه یه بار دیگه ترشی. به نظرم چیپس شوره لواشک ترشه. من اصلا اینو نپسندم. حالا مزه بعدی نداشت. نه که خیلی خوب باشه ولی بعدم نبود. نه من مدام اذیت شد. من خیلی حساسم این چیزا
و برای همین اصلا نپسندیدم. یعنی تو عملی نمیدونم چرا این پیشنهاد به ما دادیم، ولی من اصلا دوستش نداشتم و از 1 تا 10 واقعا یکم از سرش زیادیه. 1 بهش میدم، دوستش نداشتم. من 5 میدم، حالا چون شمایید. بابا تو همه چی رو دوست داری، سهیلا همه چی دوست دارن، به آشغالی میذارن دلش میخوره. سهیلا گناه داره، سهیلا رو من واقعا آدم خوشخوراکیم. این الان خوشخوراک نیست، چیپس لواشک چرا باید خوشخوراک باشه؟ نه یعنی که همه چی میخورم، منظورم اینه که مشکلی ندارم، اوکیه. نه من دوست نداشتم. ده مرسی که ویدیومون نگاه کردین. بابات بار جدید نداده؟ بابامون گرفتن تو راه بدبخت. همین چیپس خالی خالی بخور، از سرتم زیادیه. و خداحافظ. All the night. It's my phone. CD right. بیا آهنگ گوش نده. Yummy. That's in my heart. خوشحالم که آهنگ اسپانیایی گوش نمیده. خداحافظ.